سلام. ما اومدیم این قارچی که بر اثر رد و برق میزنه و از شیره درخت تغذیه میکنه، این قارچه بفروشیم اومدیم بشکنیمشون. خیلی هم سفتن. به نظر من باید کمکت کنم. بدونم نمیشکنی. سنگ شکست. سنگی شکست اما این نشکست. نمیشکنه. بابا ناکن اینجا ترک برداشته. ببین شده جزئی از تنه درخت. اصلا تو فکر کنی این سنگ شکست اما این نشکست. شکست؟ بله. خب برش دار داخلشو نشون بده ببینیم چجوریه. از داخل این قارچه این مثل چوب شده. مثل چوبه. این حتی سوزوندنش هم باعث میشه که مسمومیت به وجود بیاد. می‌بینی چیه؟ بسوزونیش فقط دود خالیه. اون موقع اینا خودش هم آتیش نمیگیرن؟ آتیش نمیگیره، فقط دود میکنه. دودزاست دیگه. فقط دودزا از این تولید میشه. قدیما فقط اینو به عنوان دود ازش استفاده میکردن. خب دیدی دیگه، اینم یه تجربه بود برای خودت. این قارچ همینیه که کناره. حالا باید دستتو کاملا درست درمون بشوری. چی با قارچ هم گرفته دستم. نباید بوش کنی. بوش هم کنی ممکنه که ریهاتو درگیر کنه. برای کسایی که آلرژی دارن خیلی خطرناکه. خب بیا بریم بابا. بریم. با خودش هم نمیشه خودش میشکنه. خب تا یه ماجرای جوری دیگر، خدا نگهدار.